در جلسه گذشته در مورد اطاعت صحبت کردیم. تا اینجا یاد گرفتیم که اطاعت در زندگی روحانی ما چی هست و چقدر مهمه. باید اطاعت کنیم، باید در اراده خدا زندگی کنیم. و حالا یک سوال جدیتر مطرح میشه: من چطور میتونم واقعا اینطور زندگی کنم و خدا رو اطاعت کنم؟ اینجاست که بحث روح القدس خیلی مهم میشه، چون زندگی مسیحی فقط با تلاش انسانی ممکن نیست. اطاعت واقعی نیاز به قدرت الهی داره. در کتاب مقدس میبینیم که خدا فقط دستور اطاعت به ما نمیده، بلکه قدرت انجام اون رو هم از طریق روح القدس به ما میده. روح القدس حضور فعال خدا در زندگی ایمانداره که هدایت میکنه، قدرت میده و کار تغییر رو در ما انجام میده. حالا چرا این درس خیلی مهمه؟ چون بدون درک کار روح خدا یعنی روح القدس، شاگرد به دو مشکل برخورد میکنه. او تلاش میکنه، اول اون تلاش میکنه با قدرت خودش زندگی روحانی داشته باشه، گناه نکنه، کار اون چیزایی که خدا میخواد انجام نده، که بعد از یه مدتی به خستگی و شکست میانجامه. دوم، از تلاش خودش ناامید میشه و فکر میکنه تغییر غیر ممکنه. وقتی کسی بخواد بدون کمک و هدایت و قوت روح القدس خدا رو اطاعت کنه، به این مشکلات برمیخوره. شناخت روح القدس و کار او باعث میشه ما بدونیم که زندگی مسیحی یک همکاری بین انسان و خدا هست. ببینید، خیلی از ایمانداران میدونن چه کاری درسته، اما نمیتونن اون رو انجام بدن. به طور مثال ما میدونیم باید ببخشیم، اما نمیتونیم ببخشیم. میدونیم باید خدمت کنیم، اما نمیکنیم. میدونیم نباید نگران باشیم، اما نگران میشیم. میدونیم باید بشارت بدیم، اما میترسیم. حتی میدونیم باید دعا کنیم، اما نمیکنیم. روحش نیست. مشکل بیشتر ایماندارا کمبود اطلاعات نیست، کمبود قدرت خدا. در کتاب مقدس خدا فقط دستور نمیده، بلکه قدرت انجام اون رو هم میده از طریق روح القدس. حالا روح القدس کی است؟ روح القدس شخص سوم تثلیثه که در ماهیت، قدرت و جلال با خدای پدر و پسر برابره و باید همراه با اونها پرستش بشه. گفتیم ما یک خدا داریم در سه شخص. روح القدس از پدر و پسر فرستاده شده تا کار نجات بخش مسیح رو به همه کسایی که به او اعتماد دارن اعمال کنه. روح خدا نجات رو با بخشیدن زندگی، اعطای ایمان، متحد کردن ما به مسیح، تقدیس، کار تقدیس، پایداری و جلال دادن همه پیروان مسیح به کار میبره. پس کار روح القدس اینه که بر روی زمین در حال حاضر به ما کمک بکنه تا اراده خدا رو بفهمیم، اراده خدا رو انجام بدیم و شبیه عیسی مسیح بشیم. او کار تغییر رو در ما انجام میده. کتاب مقدس روح القدس رو مستقیما در جایگاه خدا قرار میده. فکر نکنیم او یه چیز جداییه، یه نیرویه. در اعمال رسولان فصل 5 آیه 3 و 4 پتروس رسول به حنانیا میگه به روح القدس دروغ گفتی، به خدا دروغ گفتی. در همون متن دروغ گفتن به روح القدس معادل دروغ گفتن به خدا دانسته میشه. این یک همترازی سریعه. دوم، صفات الهی به روح القدس در کلام خدا نسبت داده میشه. در عبرانیان فصل 9 آیه 14 به روح القدس میگه روح جاودانی یا ازلی. این لقب میده.
جاودانگی صفتیه که به خدا تعلق داره و اینجا به روح القدس این لقب رو میده. در اول قرنتیان فصل 2 آیه 11 گفته میشه کیست که بهتر از روح شخص با باطن او آشنا باشد. به همان طریق هیچ کس جز روح خدا با خدا آشنا نیست. میخواد بگه روح القدس روح خداست. در مزمور 139 آیه 7 به بعد میگه از روح تو کجا بروم؟ از حضور تو کجا بگریزم؟ اگر به آسمان برم تو آنجایی، اگر در حاویه بستر بگذرم تو آنجا نیز هستی. اگر بر بالهای سحر پرواز کنم و در دوردستترین کرانه های دریا قرار گزینم حتی آنجا نیز دست تو مرا راهنما خواهد بود و دست راستت مرا خواهد گرفت. اینجا داره میگه حضور روح القدس همه جا هست. این همه جا حاضر بودن ویژگی خداست. و مورد بعدی اعمالی که فقط خدا میتونه انجام بده به روح القدس نسبت داده میشه. در پیدایش فصل 1 آیه 2 روح خدا در آفرینش حضور داره. در آیه 2 میگه زمین خالی و بدون شکل بود، همه جا آب بود و تاریکی آن را پوشانیده بود و روح خدا یعنی روح القدس بر روی آبها حرکت میکرد. در یوحنا فصل 3 تولد تازه به کار روح القدس نسبت داده میشه. یه نفر وقتی مسیحی میشه این کار روح القدسه. اونه که قلب شخص رو عوض میکنه، تولد تازه پیدا میکنه. بخشش، حیات روحانی کار روح القدسه. در رومیان فصل 8 میگه روح حیات میبخشه و قیام رو تضمین میکنه. آفرینش و عطای حیات کارهای مختص خدا هستند. روح القدس در کنار پدر و پسر در یک سطح قرار میگیره. در متی فصل 28 آیه 19 عیسی مسیح فرمان تعمید رو میگه به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید بدید. یک نام برای 3 شخص. این زبان نشان دهنده وحدت در ذاته. همچنین در دوم قرنتیان فصل 13 آیه 14 میگه دعای برکت رو که شما همیشه آخر کلیسا میشنوید. میگه فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدای پدر و رفاقت روح القدس بر همگی شما باشد. پس این هم حتی دعای برکت هم به نام پدر، پسر و روح القدسه. روح القدس پرستش پذیره. در متی فصل 12 آیه 31 میگه و در ضمن هشداری جدی درباره کفرگویی به روح القدس داده میشه. شدت این هشدار نشون میده که موضوع توهین به خود خداست. هر کس به روح القدس توهین کنه به خدا توهین کرده. در اعمال فصل 13 آیه 2 میخونیم روح القدس سخن میگه، صحبت میکنه و مأموریت میده. میگه برای من برنابا و شاول را جدا کنید. این زبان بیانگر اقتدار اوست، اقتدار الهیه. خب حالا اگر روح القدس صفات خدا رو داره پس کارهای خدا رو انجام میده. در آیات کتاب مقدس با خدا همترازه و در کنار پدر و پسر در یک سطح قرار میگیره و نتیجه طبیعی این است که روح القدس در ذات الهی شریکه. این همون چیزیه که در الهیات کلاسیک به اون تثلیث گفته میشه. یک خدا در 3 شخص، پدر، پسر و روح القدس. نه 3 خدا بلکه یک ذات واحد. یه مثال ساده برای نزدیک شدن
برای اینکه فکر ما چیز بشه حتما شنیدید ما جان و جسم و روح داریم، ولی یک نفری. سه چیز جدا از هم نیستن، بلکه ابعاد یک واقعیت هم. البته هر مثال انسانی گفتیم محدوده، اما کمک میکنه بفهمیم که تمایز اشخاص لزوما به معنی چند خدایی نیست. اگر روح القدس خداست، پس رابطه ما با او صرفا استفاده از یک قدرت نیست، بلکه همنشینی با خود خداست. وقتی من روح خدا رو دارم، روح القدس رو دارم، یعنی روح مسیح رو دارم، روح خدا رو دارم. هدایت او قابل اعتماده، حضورش کافیه و اطاعت از او اطاعت از خداست. پس روح القدس شخصه، نه یک نیرو. در یوحنا فصل 14 عیسی مسیح میگه تسلی دهنده دیگر برای شما خواهم فرستاد. تسلی دهنده یعنی راهنما، کمک کننده، همراه. روح القدس فکر داره، اراده داره، رابطه برقرار میکنه. روح القدس آموزش میده، تعلیم میده، یادآوری میکنه، هدایت میکنه، خدا رو جلال میده. این کارها کارهای یه شخص، نه یک نیرو. همچنین در بخش‌های دیگه او وقتی چیزی رو میخواد اعلام میکنه، در قلب ایماندار میگیره، او تصمیم میگیره. پس وقتی ما دعا میکنیم یا هدایت میطلبیم، این مقدمه رو گفتم که یک کمی با بدونیم روح القدس کی هست. پس وقتی دعا میکنیم یا هدایت میطلبیم، با یک قدرت ناشناس طرف نیستیم، بلکه با حضور شخصی که میشنوه هدایت میکنه و در رابطه عمل میکنه. در واقع روح القدس حضور خدا در ماست. اول قرنتیان فصل 6 آیه 19 میگه بدن شما هیکل روح القدسه. یعنی خدا فقط بیرون از ما نیست، درون ماست. وقتی عیسی مسیح روی زمین بود، در جسم بود، در شاگردان نبود. وقتی که به یه شهر دیگه میرفت با دیگران نبود. ولی وقتی که به آسمان صعود کرد، روح القدس رو فرستاد، حالا او در ایماندار زندگی میکنه. قبل از پنتیکاست روح القدس در ایماندارا نبود. این یکی از عمیق‌ترین حقایق ایمان مسیحیه. در اول قرنتیان گفتم باب 6 آیه 19 میگه بدن شما هیکل روح القدسه. یعنی حضور خدا فقط بیرونی و دور نیست، بلکه در درون ایماندار ساکنه. هیکل در عهد عتیق جایی بود که حضور خدا در اون ساکن میشد. بعد از عیسی مسیح این تصویر تغییر پیدا کرد. به جای اینکه در یک ساختمان یعنی هیکل معبد باشه، خود ایماندار، حالا من و شما محل حضور خدا هستیم. یعنی وقتی یه نفر دعا میکنه، اولین بار عیسی مسیح رو به زندگیش دعوت میکنه، تولد تازه پیدا میکنه، روح خدا در او ساکن میشه. نتیجه عملی این حقیقت اینه: خدا نزدیک، دور نیست. هدایت او درونیه، نه فقط بیرونی. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما دیگه لازم نیست برای هدایت، برای زندگیمون مرجع داشته باشیم، بریم پیش مرجع. مرجع ما حالا خود خدا، روح خدا در ماست. ما را هدایت میکنه، به ما حکمت میده، با ما حرف میزنه و زندگی ما ارزش و تقدس ویژه‌ای پیدا میکنه. به زبان ساده، ایمان مسیحی فقط ارتباط با خدایی در آسمان نیست، بلکه همراهی با خداییه که در درون  ما زندگی میکنه.   ما زندگی ما ارزش و تقدس ویژه‌ای پیدا میکنه. به زبان ساده، ایمان مسیحی فقط ارتباط با خدایی در آسمان نیست، بلکه همراهی با خداییه که در درون ما زندگی میکنه.   ما زندگی ما ارزش و تقدس ویژه‌ای پیدا میکنه. به زبان ساده، ایمان مسیحی فقط ارتباط با خدایی در آسمان نیست، بلکه همراهی با خداییه که در درون ما زندگی میکنه.
کار روح القدس در زندگی ایماندارا چیه؟ اولا، بدون روح القدس نه کسی میتونه مسیحی بشه، نه کسی میتونه مسیحی بمونه، نه کسی میتونه مسیحی زندگی کنه. بدون روح القدس هیچ کاری از ما ساخته نیست. شاید بپرسید روح القدس چی کار میکنه؟ روح القدس ما را هدایت میکنه. در رومیان 8:14 میگه کسایی که به وسیله روح خدا هدایت میشوند فرزند خدا هستند. روح القدس ما رو هدایت میکنه، در قلب ما میگذاره، از طریق کلامش، از طریق روح خدا با ما صحبت میکنه. روح القدس ما رو در تصمیم‌های زندگیمون، مسیر زندگیمون، حتی جزئیات هدایت میکنه. به طور مثال وقتی در یه موقعیت خاص احساس میکنی باید حقیقت رو بگی، حتی اگه سخته، این میتونه هدایت روح خدا باشه. این میتونه هدایت روح خدا باشه. پس روح القدس هدایت میکنه. روح القدس قدرت میده. در اعمال فصل 1:8 میگه وقتی روح القدس بر شما آید قدرت خواهید یافت. مسیح به شاگردش گفت در اورشلیم بمونید، هیچ کجا نرید، هیچ کاری نکنید، فقط دعا کنید تا روح القدس بر شما بیاد، آن وقت قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود. با آب تعمید کسی زندگیش عوض نمیشه، هرگز. با چند کلمه از دهنش بگه و یه ورد بخونه هیچ کس زندگیش عوض نمیشه. این کار روح خداست. زندگی مسیح بدون قدرت روح القدس فقط تلاش انسانی و بیهوده است. بخشیدن کسی که عمیقاً به تو آسیب زده، این فقط با قدرت انسانی ممکنه. پس روح القدس ما رو هدایت میکنه. روح القدس به ما قدرت میده. به ما قدرت میده برای اطاعت، به ما قدرت میده برای اون چی که خدا از ما میخواد انجام بدیم. روح القدس ما رو تغییر میده. در غلاطیان فصل 5:22 بعد میگه ثمره‌ای که روح القدس به بار میاره محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خویشتن‌داریه. وقتی یه نفر ایمان میاره، روح القدس در او ساکن میشه، خدا اینها رو در او شروع میکنه به کاشتن و میوه آوردن. اینا نتیجه محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، اینا نتیجه تلاش نیستن. این نیستش که خودمون رو ترین کنیم اینا رو یاد بگیریم، بلکه نتیجه کار روح القدس در درون ما هستن. اینا میوه حضور خدا در زندگی ما هستن. میخواید بدونید که میوه روح در زندگیتون هست، یعنی همین لیستی که من در غلاطیان فصل 5:22 گفتم. باید ببینید اگه میخواید بدونید روح القدس رو دارید یا پری روح رو دارید، اینها باید ثمره کار روح القدس باشه. مثلا فردی که قبلا زود عصبانی میشد، به مرور صبورتر میشه. این تغییر واقعیه. لحن بدی داشت، وقتی روح خدا در او ساکن میشه این تغییر پیدا میکنه. پس روح القدس ما رو هدایت میکنه، به ما قوت میده و ما رو تغییر میده. زندگی ما ثمر بخش میشه، میوه روح تو زندگی ما به وجود میاد. کار دیگه روح القدس اینه که گناه رو آشکار میکنه. یوحنا فصل 16:8 میگه وقتی او میاد جهان را در مورد گناه و عدالت و داوری متقاعد میسازد. کاری که این میکنه و ما قبل از گناه وجدانمون روش
یه تن خاک بود. وقتی گناه میکردیم عین خیالمون هم نبود. اما وقتی روح القدس نجات پیدا میکنه، روح القدس در ما ساکن میشه، روح القدس وجدان ما رو حساس میکنه، نه برای محکوم کردن بلکه برای هدایت به تغییر. وقتی گناهی میکنید محزون میشیم، ما ناراحت میشیم، معذب میشیم، یه آژیری تو ذهن ما شروع میکنه به بوق زدن. این کار روح القدسه که بریم اعتراف کنیم، بگیم خدای من ببخش منو. بس میبینید که چقدر مهمه حضور روح خدا در زندگی ما، حضور روح القدس. گفتم بدون روح القدس نه ما میتونیم مسیحی بشیم، نه میتونیم مسیحی زندگی کنیم. حالا سوال اینجاست چطور ما با روح القدس زندگی کنیم؟ اولین قدم تسلیم شدنه. افسوسیان باب 5 فصل 5 آیه 18 میگه از روح پر بشید. پر شدن یعنی کنترل زندگیت رو به خدا بدی. بگی هر روز خدایا من تمام حس و حواسم رو در اختیار تو میذارم. آنچه رو میبینم میخوام تو کنترل کنی، آنچه رو میشنوم میخوام تو کنترل کنی، آنچه رو که میگم، آنچه رو که فکر میکنم، آنچه رو که انجام میدم میخوام در هدایت و قدرت روح القدس باشه. این تسلیمه. و قدم بعدی بعد از تسلیم گوش دادنه. روح القدس اغلب با صدای بلند با ما صحبت نمیکنه. از طریق کلامش با ما حرف میزنه، از طریق وجدانمون با ما حرف میزنه، از طریق کلیسا با ما حرف میزنه. بعضی آرامش ها و ناآرامی ها در درون ما این کار روح القدسه. پس باید به صدای روح القدس حساس باشی. و مورد بعدی اطاعت کردنه. اگر گوش بدیم اما عمل نکنیم رشد متوقف میشه، روح القدس محزون میشه. زندگی در روح یعنی شنیدن به اضافه اطاعت. زندگی مسیح مثل قایقرانیه. با تلاش خودت پارو زدن خسته میشی، بلکه باید با نفس روح حرکت آسانتر بشه، موثرتر میشه. نفس روح اون بادیه که بادبانا رو به حرکت در میاره. یادتون هست در روز پنتیکاست میگه صدای وزیدن باد اومد. روح القدس تو زندگی ما وقتی میاد نسیمیه که مثل اینکه پنجره رو باز میکنید همه چیز هوای تازه میاد، همه چیز در زندگی ما تازه میشه. اما شرطش اینه که بادمان رو باز کنی، یعنی تسلیم باشی. بدون روح القدس و کمک او دوباره تکرار میکنم نمیشه مسیحی شد، نمیشه مسیحی موند. بدون روح شاید شخص بدونه، اینو دقت کنید، بدون روح القدس شاید شخص بدونه چه کارهایی درسته اما برای انجامشون فقط به نیروی خودش تکیه میکنه. نتیجه معمولا خستگی، ناامیدی و احساس شکسته، چون معیارها بالا هستن و توان انسانی محدوده. ممکنه کسی کلام خدا رو زیاد بشنوه و حتی خوب اون رو توضیح بده، اما تغییر عمیق در شخصیت اتفاق نمیافته. دونستن کلام خدا باعث تغییر نمیشه، چون فاصله بین اون چه که میدونیم و اون چه زندگی میکنیم زیاد میشه. اگه در قدرت روح نباشی، اگه تسلیم نباشی،
مورد بعدی ضعف در برابر گناه و عادتها. بدون قدرت درونی روح مبارزه با عادتها و گناهان ریشه‌دار سخت میشه. با هر کدوم از ما توی یه سن بزرگسال ایمان آوردیم، یه عادتهای بد داشتیم، یه گناهانی داشتیم که چندین سال از بچگی توی فکر و قلب ما ریشه دوونده. اینا رو کندن آسون نیست. این کار روح القدسه، این کار روح خداست که این کار انجام میده. مورد بعدی سردرگمی در تصمیمات. هدایت روح جهت زندگی ما رو مشخص میکنه. بدون اون فرد بیشتر بر حدس فشار محیط یا احساساتش تصمیم میگیره و این اطمینان درونی کاهش پیدا میکنه. روح القدس به ما آرامش میده برای تصمیمی که میخوایم بگیریم. یا معذب میشیم اگر اون اراده خدا نباشه. بدون روح القدس رابطه ما با خدا خشک میشه. دعا و عبادت ممکنه ادامه پیدا کنه، اما بیشتر شبیه انجام وظیفه است تا یک رابطه زنده. احساس نزدیکی کمتر میشه. کسی که روح خدا رو نداره کمبود ثمره روح تو زندگیش نمایان میشه. ویژگی‌هایی مثل محبت، آرامش، صبر به صورت پایدار تو زندگیش دیده نمیشه، چون اینا محصول کار روح القدس هستن، نه صرفا اراده انسان، تلاش انسان. در یه جمله، بدون روح القدس ایمان از زندگی الهی در درون به تلاش انسانی از بیرون تقلیل پیدا میکنه. و واسه که من درونم پر بشه، درونم عوض بشه، تلاش انسانی میکنم از بیرون و این خستگی میاره، شکست میاره، ناامیدی میاره. به همین دلیل تاکید کتاب مقدس اینه که زندگی مسیحی نه فقط دونستن و خواستن، بلکه زیستن با اتکا به حضور و قدرت روح القدس باشه. حالا شاید سوال مهم اینه: من چطور از روح خدا پر بشم؟ روح القدس زمانی انسان رو پر میکنه که او با ایمان، توبه، تسلیم و طلب صادقانه با ایمان قلبش رو به حضور خدا، در حضور خدا باز کنه. یه ورد نیست که یکی بخونه، بلکه موضوع قلبه. قلب باید باز بشه و اون شرطش اینه که با ایمان، توبه واقعی، تسلیم و طلب صادقانه از خداوند باشه. ایمان به مسیح باید داشته باشه و اعتماد قلبی که من وقتی این دعا رو میکنم خدا طبق وعده خودش منو پر میکنه. روح القدس فقط به واسطه ایمان عطا میشه. باور به محبت و نجات خدا، پذیرفتن مسیح به عنوان راهی که خدا برای نزدیکی به خودش گشوده، اینا همه چیزاییه که باید شخص قبل از پری روح اینا رو بهشون ایمان داشته باشه. اعتماد قلبی، نه فقط دانشی. این ایمان در قلب رو باز میکنه. کار دیگه مهم که باید انجام بدیم برای پری روح، توبه و پاکسازی درونه. یعنی اعتراف به ضعف‌ها. شما میخواید یه دست مبل بیارید، مبل جدید بیارید، مبلای کهنه رو نگه نمیدارید. پس وقتی میخواد روح خدا بیاد، باید خیلی چیزها رو ما پاکسازی کنیم. بگیم خدایا من گناهکارم، به گناهانمون اعتراف کنیم و از اونها برگردیم. رها کردن گناهانی که دل ما رو سنگین کرده. خواستن تغییر واقعی از خدا. بگیم خدایا من دلیل داره که میخوام از روح تو پر بشم، من ناتوانم، میخوام تو کمکم کنی
تغییر پیدا کنه. روح القدس در قلبی که بسته و آلوده است ساکن نمیشه و باید طلب کردن روح القدس. در کتاب مقدس عیسی مسیح میگه اگه شما که شریر هستید میدانید به فرزندان خود عطایای نیکو بدهید، چقدر پدر آسمانی روح القدس را به کسانی خواهد داد که از او میطلبند. پس خدا آماده است روح القدس رو به ما بده، ما رو پر کنه. یعنی باید بخوای، باید مشتاق باشی، باید دعا کنی و بگی خدای من از روح خودت پر کن. این طلب یه دعوته. تسلیم اراده و اجازه دادن به خدا. پر شدن از روح القدس یعنی اجازه بدی خدا در تو کار کنه. کنترل رو از دست به زندگی تو به او بسپاری. اجازه بدی او زندگی کنه در تو. مقاومت نکنی. وقتی دست روی یه چیزی گذاشت بگی خدایا تو میدونی، میخوای برداری، میخوای مووش کنی، بهش بگی نه اراده من بلکه اراده تو انجام بشه. روح القدس به زور در زندگی هیچ کس وارد نمیشه. فقط در دلی که باز گشودهش آماده است وارد میشه. و این دعاها نه فقط گفتن کلمات بلکه ارتباط قلبیه که باید با خدا برقرار کنی. پس نشانه های پر شدن از روح القدس، وقتی پر بشیم نشانه های پر شدن از روح القدس چیه؟ محبت عمیق‌تر، آرامش درونی، قدرت برای غلبه بر گناه، حکمت و تشخیص اراده خدا، شادی که وابسته به شرایط نیست. اینا چیزاییه که وقتی روح خدا در کسی ساکن میشه از درون او بیرون میاد. میل به خدمت و محبت به دیگران، اینا کار روح القدسه. گاهی هم تجربه احساسی یا معنوی ممکنه تجربیاتی تو زندگی ما انجام بشه که حضور روح القدس در اونجا واقعا مشهود میشه. اما اصل کار روح القدس کار درونیه. روح القدس روی درون ما کار میکنه، افکار ما کار میکنه، امیال ما کار میکنه. حالا سوال مهم اینجاست، در چه زمینه‌ای در زندگیت به قدرت روح القدس نیاز داری؟ جواب اینه در همه جوانب زندگی، در همه قسمت‌های زندگی. در تمام روح القدس باید مرکز باشه، کنترل دستش بگیره. پس فهمیدیم نقش روح القدس در زندگی ما چقدر مهمه. بدون روح خدا، بدون روح القدس هیچ کس نمیتونه دنبال مسیح بره، از او پیروی بکنه. کلام خدا خوندنش بی معنی میشه اگه از روح خدا پر نباشی، خسته کننده میشه. موعظه گوش دادن خسته کننده است. دعا کردن یه چیز بیهوده به نظر میرسه، وقت تلف کردنه اگه از روح خدا پر نباشیم. اینا اون چیزیه، کاریه که روح القدس در قلب یه نفر انجام میده. پس بیا دعا کنیم و به خدا بگیم روح القدس عزیز، شکر برای اینکه در ما ساکن هستی. ما اعتراف میکنیم که بارها با قدرت خودمون تلاش کردیم. امروز زندگی خودمون رو به دستهای تو میسپاریم. ما رو هدایت کن، تغییر بده، قدرت بده تا اراده خدا رو در زندگیمون انجام بدیم. همینطور اگر کسی تا به حال تجربه پری روح رو نداشته، بگو خداوندا من اعتراف میکنم ضعیفم، قادر به انجام اراده تو نیستم. امروز از تو درخواست میکنم ای خداوند
طبق وعده خودت روحت رو به من بدی. هر گناهی که در من هست، چه خواسته چه ناخواسته، اعتراف میکنم. منو ببخش، پاک کن به خاطر مسیح. و من الان طبق وعدت از روحت پر بساز تا با اون شخصیتی در میام، اون شخصی باشم که باعث جلال و خوشنودی تو باشه. به نام عیسی مسیح، آمین. آمین.